چقدر اسم گوش زدی؟ کی بود؟ تازه خیلی شکاک شدی بابا. باشه سری خودم میرسونم دفتر. پیش باتون رفتم برای خانمشون هدیه بخرم. برای خانومه؟ مامانم. کجایی؟ سلام عزیزم. خوبی؟ من شرکت هم بهت زنگ میزنم. دوست دارم. خداحافظ. اما چطور ما؟ چه اینجوری میکنی؟ چیه؟ نکنه هنوزم مشکل از منه؟ نکنه هنوزم دیوونه منم؟ توضیح میدم برات. چیو برام توضیح میدی؟ روز اول تو یادت رفته؟ من بهت پر و بال دادم، من کردمت، اینی که الان هستی. حقت بری با زیر دست من بهم خیانت کنی. بابا بهم فرصت دیگه بده. منو دوست دارم. فکر کردیم زدم بری؟ داری کجا میری رامین؟ مگه من چیکارت کردم میخوای ترکم کنی بری؟ چرا اون موقعی که من نمیخواستمت نرفتی؟ الان که تو اوج احساساتم کجا داری میری؟ چیکارت کردم رامین؟ تو میدونی من چقدر تلاش کردم تا دوباره بخوام، تا دوباره بهت اعتماد کنم. با تو هم رامین، مگه من چیکارت کردم؟ کجا میخوای بری الان؟ بیا رامین نبیلا خونه است.